مسئولان سفارت تاجیکستان در قزاقستان گفتند که به 49 شهروند بندمانده کشور در ولایت اکمالای قزاقستان کمک کردند و حالا آنها در راه به وطن هستند. این گروه شهروندان بعد از ادای کار از ولایت یکاترینبورگ روسیه طریق قزاقستان به تاجیکستان برمیگشتند. سهراب حفیظوف کنسول ژنرالی تاجیکستان در قزاقستان روز 7 مارس به رادیو آزادی گفت بر اثر خراب شدن محرک اتوبوس مهاجران سوار آن در ولایت اکمالا درمانده بودند. در میان آنها زنان و کودکان نیز هستند. او گفت هم نمایندگان سفارت و هم کنسولگری تاجیکستان با مهاجران کاری در تماس شده از حال آنها آگاه گردیدند. محرک مسافربری تمغه مرسدس که شهروندان تاجیکستان را از روسیه می آورد در شهرهای ولایت اکمالا از کار ماند. سهراب حفیظوف گفت گروه نجات بخشان حالتهای اضطراری ناحیه شوچینسک پس از چند لحظه به جای حادثه رفته شهروندان تاجیکستان را به جای امن انتقال دادند و آنها سوار مسافربری دیگری در راه به تاجیکستانند. در همین حال یکی از مسافران با نام مطلوبه زاهده و در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت وضع سلامتی مهاجران خوب است و آنها به سمت آستانا حرکت دارند و گفت تا شام به قرقیزستان رسیده صبح پنجشنبه وارد خاک تاجیکستان خواهند شد. این حادثه شام 6 مارس رخ داد و گروه نجات بخشان مربوط به حکومت ولایت اکمالا در جای حادثه به یاری مسافران شتافتند. راه ماشینگرد تاجیکستان و روسیه که از قلمرو قرقیزستان و قزاقستان می‌گذرد یک مسیر معمولی حرکتی مهاجران تاجیک میباشد. از این راه آنها بیشتر استفاده میکنند که برای پرداخت خرج بلیط هواپیما و قطار امکانی مالی ندارند، ولی بسیار حالت‌های شده است که با سبب رعایت نکردن معیارهای بی‌خطری و از تشخیص تکنیکی نگذشتن مسافربرها فاجعه سر زند. حادثه متشرین روز 18 ژانویه امسال رخ داد. اتوبوس نو ایکاروس که از حدود دهه کلیبای ولایت آقتپه قزاقستان در شورای شیمکن سمر به سمت روسیه حرکت میکرد از داخل آتش گرفت و در نتیجه 52 شهروند ازبکستان به هلاکت رسیدند. 5 نفر دیگر 2 مهاجر ازبک و 3 شهروند قزاقستان با جراحت‌های مختلف به بیمارستان انتقال یافتند.